محمد. از همه چیز بسیار دوست می‌داشتگیم که مشغول شدن می‌خواهم، این همین رسانیدن علم است. خیلی دوست می‌دارم که برایم به برادر و خواهرها هر چیزی که می‌دانم پنهان نکرده، خیانت نکرده، بدون یگان کمبودی حرکت میکنم که به طرز درست هر چیزی که میدانم به برادرهایم رسانم، به خواهرهایم رسانم. این از همه چیزی دوست داشته ترین چیزی من است. شب و روز میخوام که همراه برادر و خواهرها باشم. لیکن بنده انسان هستم، مثلا همه ما انسان هستیم. انسان یک وقت کمی خسته میشد، یک وقت کمی مشغول میشد، یک وقت کمی مریض میشد. هر یک این وقتا به انسان کمتر خودش احتیاط میکند که مشغولیت یا گم شود یا که مثلا مریضی گم شود، الله شفاتیت، بعد صحت و سلامتی کامل که برآمده کار ادامه میکرد. و این خودش از زمان سلف صالح همین بود که یک مدت علم آموختنش و دادنش مشغول میشد، یک مدت کمی، یک وقت کم دم میگیرید. از همین جهت است 2-3 هفته است که ما هم البته به نوشتن مشغول بودیم، نوشتن هم به پایان رسید، لیکن باذن الله سبحانه و تعالی ماه رمضان شروع شد. اول ماه رمضان کمتر برنامه ها ترتیب ها باید به جاش افتاد، نتوانستیم. لیکن ما خیلی گفتم خیلی دوست داریم که همراه برادرهای اهل توحید باشیم. حفظکم الله. بهترین کار است، بهترین عمل است. و خیر یتنفل به میگن علما. بهترین نافله ای که انسان به این نافله میکند، یعنی اگر سوال شود که یک طالب علم به جای درس دادن به نماز خواندن مشغول شود، نماز نفل، این بهتر است یا که نماز نفل به جایش خیزد و مردم به درس توحید و علم بگیرد؟ کدامش بهتر؟ البته درس دادن از نماز نفلی که نفل است، از این دیده درس دادن بهتر است، اجر و ثوابش خیلی زیاد است. نماز نفل خواندن این فقط به خود یک انسان است، اجرش به خود انسان است. اما علم دادن این هم به خود انسان است و هم به دیگران است. مبارزه شدید به شیطان است و به اهل بدعت است و دفاع دین است و نصرت است و غیره.